سلام، به چنل ندای درون خوش اومدین. من الناز هستم و امروز با اولین قسمت از مجموعه تراما در خدمتتونم. توی این قسمت میخوایم ببینیم تراما اصلا چی هست و چطور شکل میگیره. چون تراما یه پدیده به شدت پیچیده است. چیزی که هم ذهن و روان انسان توش درگیره و هم بدن و سیستم عصبی. هم فکر توش درگیره، هم احساس. و یکی از دلایلی که درمان تراما انقدر برامون سخته اینه که نمیتونیم این پیچیدگی رو درست درک کنیم. امروز میخوایم ذره ذره این گره رو با هم باز کنیم. خب اول بریم سراغ یه تعریف کلی از تراما. تراما وقتی اتفاق میفته که ما یه تجربه سنگین و دردناک رو پشت سر میذاریم، در حالی که در اون لحظه توانایی پردازش احساس حاصل از اون اتفاق رو نداریم. برای همین سیستم ما شات داون میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو موقتا خاموش میکنه تا از ما در مقابل اون شدت درد زیاد محافظت کنه. همونطوری که اشاره کردم این خیلی خیلی مهمه که ما دقیقاً بدونیم تراما چیه و چطور اتفاق میفته. چون برای درمان یک چیز دقیقاً باید بدونیم با چی طرفیم. به خاطر همین اول از همه میخوام چند تا باور غلط که اکثر ما درباره تراما داریم رو برطرف کنم و بعد میریم سراغ این که دقیقاً چه چیزای تراما ایجاد میکنن و مرحله به مرحله چه اتفاقی میفته. باور غلط اول درباره تراما اینه که تراما یک اتفاق خارجیه. این باور غلط به این دلیل وجود داره به خاطر اینکه کاتالیست تراما، اون چیزی که تراما رو شروع میکنه، اون چیزی که دومینوی اول تراما رو میزنه، اون یه اتفاق خارجیه. درسته که اتفاق بیرونیه که باعث تراما میشه، اما خودش جزئی از تراما نیست. تراما در واقع واکنش درونی تو به اون اتفاق خارجیه. و این نکته خیلی مهمیه، چون اینکه بدونیم تراما به طور کامل تو سیستم ماست، به این معنیه که آزادی کامل رو داریم که درمانش کنیم. و لازم نیست که حتما شرایط بیرونی رو تغییر بدیم. مگر اینکه خب هنوز تو شرایط بیرونی هستیم که منفیه، که در این صورت قطعا باید اول خودمون رو از اون شرایط خارج کنیم. باور غلط دوم اینه که فکر کنیم فقط یه اتفاق خیلی بزرگ و وحشتناک میتونه باعث تراما بشه. این باور از اونجا میاد که بیشتر ما فقط با یک نوع از تراما آشنا هستیم. چیزی که بهش میگن سیمپل تراما، ترامای ساده. که بله، این نوع تراما در نتیجه اتفاق ناگهانی، شدید یا کوتاه مدت اتفاق میفته، مثل تجاوز، دیدن صحنه قتل، تصادف. و این تراما معمولا باعث چیزی میشه که بهش میگیم اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD. اما یه نوع دیگه از تراما هم وجود داره که اخیراً داره بیشتر شناخته میشه و بهش میگن کامپلکس تراما، ترامای پیچیده. یکی از کسایی که تو این زمینه خیلی پیش قدمه تیم فلچر هست که توصیه میکنم حتما با کارش آشنا بشین. خب ترامای پیچیده چیه؟ توی این نوع از تراما خطر فقط یک بار اتفاق نمیفته. همیشه هست. تو باهاش بزرگ میشی. شدت خطر کمتر از ترامای ساده است، ولی بارها و بارها تکرار میشه. مثلا وقتی یه بچه توی خونه بزرگ میشه که هیچ وقت احساس امنیت نداره. درک درست از این تراما خیلی مهمه، چون این اون نوع تراماییه که اکثرمون داریم. و اگه تصورت از تراما فقط اون اتفاق خیلی بزرگ و وحشتناک باشه، ممکنه حتی متوجه نشی که خودت هم تراما داری. و تا وقتی که ندونی نمیتونی درمانش کنی. یه نکته دیگه که میخواستم اینجا بهش اشاره کنم اینه که در مورد تراما باید بین اون اتفاقی که افتاده و درک فرد از اون اتفاق تفاوت قائل بشی. یه اتفاق ممکنه از بیرون ساده به نظر برسه، ولی ممکنه برای یه نفر دیگه کاملا تراماتیک باشه. مثلا تو اگه بچه حساسی بوده باشی، اینکه پدرت و برادرت با صدای بلند تو خونه با هم بحث میکردن، همین میتونست برای تو اتفاق تراماتیک باشه. پس مهم خود اتفاق نیست، مهم اینه که تو چطور اون اتفاق رو تجربه کردی. باور غلط بعدی اینه که فکر کنیم تراما یه اتفاق صرفاً روانیه، یه چیزی توی ذهن ما و نقش بدن رو توش نادیده بگیریم. در حالی که چیزی که تو تراما به شدت درگیره احساسات هستن و احساسات توی بدن زندگی میکنن، نه توی ذهن. و این نکته چرا خیلی مهمه؟ چون اگه فقط بخوایم با فکر کردن و منطقی تراما رو درمان کنیم، به جایی نمیرسیم. تو میتونی سالها بری روانشناس و سعی کنی با تحلیل منطقی و حرف زدن درباره اون اتفاق خودتو درمان کنی. اما تا وقتی که در کنار ذهن با بدنت هم کار نکنی و اجازه ندی که اون احساسات سرکوب شده توی بدنت حس بشن و کم کم آزاد بشن، درمان اتفاق نمیفته. خب تا اینجا درباره باورهای غلط تراما حرف زدیم، ولی ممکنه تو هنوز با خودت بگی ولی من فکر نمی‌کنم تراما داشته باشم. پدر و مادرم خیلی آدمای خوبی بودن. اما اگه تا آخر این ویدیو با من بمونی،
به احتمال زیاد متوجه میشی که تو هم تراما داری و مهم نیست که ازش خبر داری یا نه، چون در هر صورت اثرات منفیشو تو زندگیت میذاره. تو ممکنه فکر کنی تراما نداری چون اون شرایطی که توش بزرگ شدی همیشه همونطوری بوده و فکر کردی که اون نرماله، چون تجربه خارج از اون نداشتی که بدونی جوری که تو بزرگ شدی تراماتیک بوده. یا اینکه به خصوص تو جامعه ایرانی متاسفانه نقش پدر و مادر اونقدر مقدسه که حتی فکر کردن به این موضوع که پدر و مادرم به من تراما دادن اینقدر حس شرم و عذاب وجدان میاره که تو اصلا به خودت اجازه نمیدی که همچین چیزی توی تو بالا بیاد. در حالی که واقعا اینطور نیست. پذیرفتن این که پدر و مادرت هم انسان بودن و اشتباه داشتن به معنای بی‌احترامی نیست. به معنی که داری حقیقت رو میبینی، داری میفهمی چی درونش شکل گرفته و مسئولیت درمانش رو خودت میپذیری. داری دنبال ریشه زخمات میگردی، نه دنبال مقصر. خب همونطوری گفتم تراما حتما قرار نیست به واسطه یه اتفاق بزرگ و وحشتناک به وجود بیاد. ترامای پیچیده در اکثر مواقع به دلیل برطرف نشدن نیازهای اساسی کودک اتفاق میفته. الان میخوام مهمترین این نیازها رو نام ببرم و اگه هر کدوم از این نیازها به طور مداوم توی بچگی تو برطرف نشده باشه یعنی تو با تراما بزرگ شدی. اولین نیاز به امنیت هست. اینکه بدونی یه سقف بالا سرته، غذا برات هست، خطر فیزیکی تهدیدت نمیکنه. اگه تو میومدی خونه و مامان بابا سر کار بودن یا هیچ موقع غذا برات آماده نبوده و میرفتی از همسایه‌ها و دوست و آشنا غذا میگرفتی، این تراماست. نیاز بعدی نیاز به عشق هست. یعنی بدونی پدر و مادرت تو رو بدون قید و شرط دوست دارن، نه فقط وقتی بچه خوبی بودی یا اینکه انتظاراتشون رو برطرف کردی. اگه محبتشون فقط زمانی بودی که درست رفتار کردی و موفق بودی و اگه اشتباهی کردی یا موفق نبودی محبتشون رو از تو دریغ میکردن، این تراماست. نیاز به تعلق و پذیرفته شدن. اینکه بدون قید و شرط پذیرفته بشی. اگه همش با بقیه مقایسه میشدی، مثلا میگفتن یکم از خواهرت یاد بگیر یا طوری باهات رفتار میکردن که فکر کردی به اندازه کافی خوب نیستی، این تراماست. نیاز مورد تایید قرار گرفتن. باید بهت میگفتن که تو صفات مثبت و ارزشمندی هم داری. اگه تنها چیزی که ازشون میگرفتی فقط انتقاد بوده و تعریفی در کار نبوده، اینم تراماست. نیاز به صداقت و اعتماد. همه ما نیاز داریم بدون ترس از قضاوت خود واقعیمون باشیم. اگه هر بار که خودت بودی یا بخشی از خودتو نشون دادی قضاوت یا مسخره شدی، یاد میگیری که واقعی بودن امن نیست و یعنی تو تراما بزرگ شده. نیاز به انصاف و مرزهای مشخص. به اینکه باور کنی خونه جای قابل پیشبینی و منصفیه. یعنی من اگه کار درست رو انجام بدم اتفاق بدی نمیفته و اگه اشتباه کنم تنبیه هم متناسبه. اگه یه روز کاری کردی مامان بابا حالشون خوب بوده میگفتن اشکالی نداره، روز بعد همون کارو میکردی تنبیه میشدی، این تراماست. چون تو دیگه نمیدونی چی باید انتظار داشته باشی. انگار باید همیشه آنگارد باشی چون قانون منصفانه وجود نداره. خب حالا میخوایم با هم تو پروسه تراما عمیق بشیم و ببینیم دقیقاً چه اتفاقی میفته. مراحل تراما رو دونه دونه میخوام بگم و رو اسکرین هم میارم که اگه خواستی نوت برداری یا اسکرین شات بگیری. خب تو مرحله اول یه اتفاق بیرونی میفته که همونطور که گفتم میتونه یه تجربه ناگهانی و دردناک باشه یا برآورده نشدن روزمره نیازهای اساسی. بعد مغز اون اتفاق رو به عنوان خطر تفسیر میکنه. به این صورت که سیستم احساسی مغز، یه بخشی به اسم آمیگدالا، فعال میشه، مثل یه آژیر خطر عمل میکنه و سیگنال خطر میفرسته. تو مرحله بعد در نتیجه این آلارم بدن وارد حالت بقا میشه که یا بتونه فرار کنه یا بجنگه. به این حالت میگن fight or flight. به این صورت که ضربان قلب رو بالا میبره، تنفس رو سریع میکنه، هورمونایی مثل کورتیزول و آدرنالین ترشح میشن و احساسات شدیدی مثل اضطراب، ترس یا خشم به وجود میاد. همچنین در نتیجه آلارم خطر یه بخش دیگه ای از مغز که کارش تحلیل منطقی هست به اسم پریفرانتال کورتکس خاموش میشه. چرا؟ به 2 دلیل. دلیل اول اینه که شرایط مرگ و زندگی و الان زمان فکر کردن و تحلیل منطقی نیست. دلیل دوم اینه که شدت احساسات اونقدر بالاست که اصلا قابل پردازش نیست. این اتفاق مخصوصا توی بچه‌ها و نوجوانا بیشتر میفته چون پریفرانتال کورتکس تا حدود 20 سالگی هنوز به طور کامل رشد نکرده. تو مرحله بعد چون فرد نمیتونه فرار کنه و نه بجنگه چون
طبیعتاً بچه است و همچنین چون پریفرانتال کورتکس خاموش شده، احساسات شدیدی که به وجود اومده بودن نمیتونن تخلیه بشن، نه اینکه پردازش بشن. بعد چی میشه؟ اون احساسات چون هنوز تو بدن موندن، بدن تو حالت آماده باش باقی میمونه. انگار خطر هنوز ادامه داره، اما تو ناخودآگاه تو هستن تا زمانی که تو موقعیت‌های مشابه رو تجربه کنی یا افکاری داشته باشی که یادآور اون تجربه اصلی باشن. اون وقتی که این احساسات سرکوب شده دوباره فعال میشن و خودشون رو به شکل‌های مختلفی مثل اضطراب، حساسیت بیش از حد، خشم‌های ناگهانی و خیلی شکل‌های دیگه نشون میدن که تو قسمت‌های بعدی قراره خیلی عمیق‌تر درباره‌شون صحبت کنیم. خب این از قسمت اول. اگه میخوای بدونی حمل کردن تراما چه تاثیراتی توی زندگیت داره و چطور میشه تراما رو برای همیشه درمان کرد، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. و اگه این ویدیو برات مفید بوده، خیلی خوشحال میشم اگه ویدیو رو لایک کنی و نظرتو برام بنویسی. خداحافظ.